خیلی از اشتباهات حین ترید ریشه تو این موضوع داره. تا حالا شده خودکار از روی میز قل بخوره سری بگیریش؟ اصلا باورت میشه چقدر سریعی؟ واقعا یه لحظه فکر کن. دلیلش اینه که مغز خزندگی شما نیم ثانیه قبل از اینکه مغز منطقی بفهمه چی شده به افتادن این خودکار واکنش نشون داده. عین وقتیه که یه توپو سری برات پرت میکنن تو جا خالی میدی، اما اگه آروم پرتش بکنن میگیریش. آروم پرت شدنش به مغز خزنده و مغز منطقی اجازه میده که با هم همکاری بکنن. در شرایط خطرناک بین این دوتا یه انحراف موقت نیم ثانیه‌ایه و اون نیم ثانیه مسئول خیلی از خطاهای احساسیه که انجام میدی. به خودت قول میدی که این ترید رو باز بذاری و یهو همون دو پیپ و سود میگیری میای بیرون و قسم میخوری دیگه تکرارش نکنی، ولی فردا دوباره همین بساطه و از اول این مشکل رو داری. دلیلش همون نیم ثانیه اختلاف است که دارم بهت میگم. بخش خیلی بزرگی از واکنش احساسی که داری دقیقاً به خاطر همون نیم ثانیه است و هر چقدر بیشتر در لحظه حضور داشته باشی بهتر میتونی از پس این مشکل بر بیای. تمام تجربه 4-5 ساله تریدم و تمام معاملات و روانشناسی هایی که تا الان یاد گرفتم درباره ترید رو به صورت رایگان در اختیارت گذاشتم. فقط کافیه کلمه مغز و پایین برام کامنت کنی که توی دایرکت برات ارسال بشه. فالوم هم نکردی بهانه نیار، شروع بکن. ترید زندگی تو میسازه. خواهرانه کنارت.